تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن، درست شادی کنن، آهنگ شاد پخش. این صدا رادیو آبادان است. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. امروز تولد مجید رضا رهنورد، جوان نامدار و انقلابی ایران است که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. موضوع این قسمت از برنامه پرداختن به نام مجید رضا رهنورد، روز ملی شیر و خورشید که روز تولد مجید رضا رهنورد، روز ملی شیر و خورشید توسط ما ایرانیان نامگذاری شده است تا در فردای ایران آزاد در تقویم ایران ثبت شود. بدانید و آگاه باشید در هر کجا از این جهان سیاه و مملو از جنگ و نکبت و کثافت که باشید، ما براتون محمد تنگستانی‌ام. حتی اگه بیرون از مرزهای ایران باشید، چه الان در حال تماشای برنامه تو رخت خواب باشی، چه تو مستراح باشی، چه تو جاده باشی، چه تو محل کارت باشی، چه در یک منظره نشسته باشی یا همینجوری برنامه رو پلی کرده باشی، هر جا که باشی هیچ فرقی نمیکنه. ما همیشه و همه جا برات محمد تنگستانی‌ام، همیشه خاک پای تک تکتون هستم، همیشه جنگ زده دل تک تک شما ایرانی‌ها هستم. اینجاست که الان میگه 2 تا پسون اناری، دستا بندری بیا بالا. این صدا رادیو آبادان است. بچه‌های خوبی که باشید که هستید، بچه‌های خوبی هستید. نگاه کن، اگه آبادانی هستید که تو آبادان ما بچه نداریم، از لحظه‌ای که به دنیا میایم هممون بزرگیم. اگه غیر آبادانی هست یعنی شهرستانی محسوب میشید، بچه‌های خوبی باشید تا دوباره براتون بندری بذارم. حالا نیاید بگی چرا نمیدونم فرق قائل میشه بین آبادانی و غیر آبادانی. آقا دوست دارم
یه عمر تو اون شهر با بدبختی و کثافت و نکبت و بیابی و فاضلاب و همه چی زندگی کردیم و بزرگ شدیم. خب بذارید حداقل یه برنامه‌ای که دارم میسازم یکم هوا هم شهریام داشته باشم. تو هم هموطنم هستی، تو هم دوستت دارم، به تو هم عشق می‌ورزم، ولی آبادانیا به این خاطر که تو بدبختی میفهمم تو همون کثافت خودم بزرگ شدم. 2 دقیقه بارون میومد تا بالای نافمون کثافت و گل و لجن و همه چی میگرفت. بابا بذار یکم حال بدم به همشهریام، به جز فقر و نکبت و کثافتی و هیچ فاضلاب و اینا هیچی ندارن تو شهر. خب بذار یکم دلشون خوش کنم. حالا سری حسادت ها چرا آبادانیای بیشتر دوست داری؟ خب تو هم دوست دارم. در این برنامه به واکنش ایرانیان به تولد شاه خراسان مجید رضا رهنورد خواهم پرداخت. مجید رضا رهنورد با شجاعتی که داشت، با دلیری که داشت، کاری کرد که دیگه ایرانی جماعت خراسان رو به نام رضا نشناسد، به نام مجید رضا رهنورد بشناسد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به سال روز تولد مجید رضا رهنورد بیانیه‌ای صادر کردند که در این بیانیه نوشتند: ایران در درازای تاریخ خود همواره بیشه شیران و دلیران بوده است. قهرمانانی که حتی در تاریک ترین روزهای این سرزمین چو خورشید جاودان بر آسمان دل میهن پرستان نور و امید تاباندند. بی تردید یکی از این قهرمانان مجید رضا رهنورد است. دلاوری خراسانی که نشان نامیرای شیر و خورشید ایران را چون سند گویای میهن پرستی بر دست خیش حک کرد و نام و تصویر باشکوهش در ذهن و ضمیر ایرانیان جاودانه شد. اوباش رژیم ضد ایرانی و ناایرانی جمهوری اسلامی هرگز تصور نمی کردند که با شکنجه مجید رضا و پنهانسازی آن نشان محترم بر آن دست قدرتمند پیش از قتل ظالمانش عملاً در حال گره زدن نام او به یک روز ملی هستند. انتخاب 26 خرداد ماه زادروز جاوید نام مجید رضا رهنورد به عنوان روز ملی شیر و خورشید و ثبت آن در تقویم ملی ایران انتخابی هوشمندانه و شایسته برای قدردانی از این فرزند دلیر میهن است. به همه هم میهنان توصیه می کنم که این روز را به بهترین شکل گرامی بدارید. از آن ابزاری قدرتمند برای همبستگی ملی بیافرینید و با حضور خود در برنامه‌هایی که به این مناسبت در سراسر جهان برگزار می شود پرچم شیر و خورشید را به نام ایران و ملت ایران به اهتزاز درآورید که این پرچم نماد ایستادگی ما در مقابل اشغالگران سرزمین مادریمان است. پاینده ایران رضا پهلوی.
سعید جان قاسمی نژاد در ایکس خود در واکنش به روز ملی شیر و خورشید تولد مجید رضا رهنورد نوشته است: همچون شیر زیست و در مرگ خورشید شد، سلح شوری از تبار رستم و کاوه. سعید قاسمی نژاد در ایکسی دیگر نوشته است: چه توطئه ها که نکردند برای تحریف تصویر و پیام انقلاب ملی. باطل السحر این توطئه ها پرچم ملی شیر و خورشید و دلاورینی از جنس مجید رضا رهنورد بودند و هستند. خب یکم واسهتون بیام بالا منبر. نگاه کنید ملت، خیلی خوشحالم از اینکه روز تولد مجید رضا رهنورد به نام روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شد. تموم شد رفت. اوکی، در فردای ایران روز این جاوید نام روز ملی شیر و خورشید است. این اتفاق چجوری شکل گرفت؟ من واسهتون داستان رو تعریف میکنم. نگاه کنید، برخلاف تصوری که برخی از ایرانیان دارند که فکر میکنند هر اتفاق مهمی باید یک فلسفه یا از بدو تولدش یه اتیه نمیدونم نگاه و مانیفست و فلان چیزی باشه، این هم چیزی نبود. سال گذشته چند نفر از ایرانیان که در دوسلدورف و آلمان زندگی میکردند یه ایده ای ریختند، یه کاری رو همینجوری دوست داشتن انجام بدن. بچه‌هایی بودن که اصلا نه سابقه انقلابی داشتن نه سابقه مبارزاتی داشتن، ایرانیانی بودن که قلبشون برای ایران میتپید و دوست داشتن که یک کاری برای ایران عزیزمون کرده باشند. کاملیا حاج قاسم، ماریا شیرافکن، چرا گفتم مارینا، ماریا شیرافکن و یکی دوتا دیگه از دوستاشون، ماریا و کاملیا و فریال هم فکر کنم، فریال هم یکی از دوستاشون بود که اونم حضور داشته، فامیلش رو یادم نیست. همون پارسال یعنی یکی که نه چند تا مصاحبه باشون کردم قبل از اینکه برنامه رو برگزار کنن. یه برنامه چند تا جوون بودن، جوون هم که نه چند تا انسان بودن که دور هم دیگه جمع شدن، گفتن آقا یه کاری می‌خوایم انجام بدیم که کار مفیدی باشه، کاری باشه که تاثیرگذار و ماندگار باشه و هرگز هم فکر نمی‌کردند که سال بعدش همچین اتفاق بزرگی بیفته. هرچند که پارسال نمیدونم حاشیه‌ای داشت، اتفاقاتی بود، جبهه 7 آبان و سعید بشیرتاش اومدن این ابتکار این بچه‌ها رو مصادره بکنند که کاملیا حاج قاسم رو بردم. کامل صحبت کرد قبل از برگزاری برنامه، گفت که نه آقا ایده مال من و اینا بوده، مدیر اجرایی برنامه که داریم برگزار میکنیم ماریا شیرافکنه و صحبت کرد و اینا. گفتم که آقا 7 آبان چی میگه؟ وسط گفت چی، اسپانسر 3000 یورو پول داده که فقط برنامه رو ما بتونیم اجرا کنیم چون اسپانسر نداریم و سالن بعد بگیریم و فلان و بیسار و اینها. خودشون هم قراره بیان سخنرانی بکنن که حالا بعد که جبهه 7 آبان دید که نمیتونه مصادره بکنه، اومدن اون دروغ رو گفتن که به خاطر مسائل امنیتی این قضیه نمیدونم منتفیه و در حالی که برنامه برگزار شد هیچ مشکل امنیتی هم نبود، هیچ تهدید امنیتی هم نبود. پلیس آلمان هم به این بچه‌ها گفته بود که اصلا همچین چیزی نیست، اگه چیزی باشه ما باید در جریان باشیم دیگه، پلیس امنیت آلمانیم ما و برید برنامه‌تون رو برگزار بکنید. اوکی، بچه‌ها واسه امنیت بیشتر و اطمینان بیشتر اومدن سکیوریتی هم بیشتر کردن، با هزینه خودشون اون 3000 یورو رو جبهه 7 آبان داده بود به بچه‌ها. اون کسی که نمیدونم حالا مجسمه ساخته بود مقداری از پولش رو گرفته بود و مقداری دیگر نگرفته بود. من داخل این مسائل دخالتی نمی کنم، به من ارتباطی نداره. اون چیزی که به من ربط داره اینه که آقا از یک جمع دوستانه، از یک جمع که اومدن حالا یه ایده ای رو ریختن، اجرایش کردن و یک سال بعد دیدیم که این ایده چگونه گسترده شد، چگونه
نهادینه شد، چگونه ثبت شد، این مهمه. این که حالا کی میخواست نمیدونم سودجویی بکنه، کی میخواست مصادره بکنه، کی نمیدونم امسال دوباره ما گفتیم این کارو کن. آقا نگاه کن عمو، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه اصلا کسی نمیگه تو کی هستی، تو چی گفتی، تو چی نگفتی. 20 سال دیگه میگن امروز روز مجید رضا رهنورده. نام اونه که در تاریخ میمونه. تک تک ماها وسیله هستیم برای بقای ایران. تک تک ماها شادمان هستیم که ایرانمون مانده و کاری میکنیم که خواهد ماند. آدم ها ما همه سرباز یه وطنیم. حالا تو بیا سودجویی کن، جبهه 7 آبان و نمیدونم فلان کن و بعدم برو بگو نه این پرسشگریایی که محمد تنگستانی میکنه و میگه اسم ما رو میگه این واسه ما تبلیغه. نه عزیز من، تو داخل پورنهاپ هم میتونی بری نمیدونم چی بکنی تبلیغ باشه. اگه تبلیغ واسط نه، ضد تبلیغه، اون دیگه خیلیه دیگه، پورنهاپ دیگه. در نتیجه اینجوری هم کره‌گیری نکنید که آره نه ما جواب نمیدیم و حالا تکرار کنه واسه ما تبلیغ میشه. عزیز من، کف ایران کی شما رو میشناسه؟ کف ایران کی به شما اهمیت میده؟ کف ایران مردم نام شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی رو فریاد میزنن. اونه که اهمیت داره. کف خیابان‌های ایران است که خیلی چیزها مشخص خواهد شد. اینم که حالا نمیدونم بعضیا میان میگن که آقا نه نمیدونم فلان. آقا جان ول کن، اینا عددی نیستن. مهم ایرانه، مهم آینده است. مهم این بود که این چند تا ایرانی، کاملیا، ماری، اون دوستشون فریال، یه دوست دیگه شون هم هست اسم فامیلشون میدونم ولی خب دوست نداره اسمش جایی ذکر بشه و فلان و بیسار و اینا، مخفف میگم سین که یکی دیگه هم هست نون آره. بعد اون دوتا هم دوست ندارن اسمشون ذکر بشه و اینها دیگه، به هر حال حریم شخصی خودشونه، واسه همین مخفف گفتم. اینا یه ایده ای رو پیاده کردن، اجرایش کردن. به یک گروهی پول داشت، گفتن آقا بیا پول بده ما اینو اجرا کنیم. اونا اومدن پول دادن، گفتن خب ما میام سخنرانی میکنیم. گفتن سخنرانی هم بیاید بکنین، نیاز به سخنران هم داریم. به هر حال در نتیجه تمام این بالا منبر رفتنا رو گفتم بهتون که بهتون بگم نگاه کن اشتیا، نگاه کن شکوفای گیلاس، گلای لاله عباسی. یه اتفاق وقتی قرار باشه بیفته هیچ فکر و فلسفه و اینا اصلا نیاز نیست. بعضی در اغلب مواقع اتفاقات بزرگ توسط مردم رقم خورده. پس قدرت خودت رو جدی بگیر، نگاه و قدرت خودت رو بالا بگیر، سر بلند، سینه سپر. من و تو خیلی قدرت داریم. اتفاقات بزرگ از جمع‌های کوچیک شکل میتونه بگیره و گرفته. اتفاقات بزرگ و میهنی اصلا نیازی به این نیست، یه دفعه جرقش خورده میشه. این گونه است. آره قرون قد و بالات بشم، سودجویی نکن. والا یارو نمیدونم بیزینسمنه، از اون میاد من یه کار کردم. تو چی کار کردی؟ پولتو گرفتی، می‌خواستی پولتو بگیری، یه مقدارش هم گرفتی، حالا یه کاری هم کردی، بلند شدی رفتی اونجا، دمت گرم، برای کشورت انجام دادی. او یکی نمیدونم فلان، ما اینا آقا اصلا بیا کاپشو میدم دست تو. 5 سال دیگه اصلا کسی تو رو نمیشناسه، 10 سال دیگه اصلا کسی تو رو نمیشناسه. مردم ایران رو میشناسند، مردم پرچم ملی کشورشون رو میشناسند، مردم نماد ملی میهنی شیر و خورشید رو میشناسند. 10 سال دیگه محمد تنگستانی کجا بود؟ آره قشنگ. مهم ایرانه، واسه همینه که میگیم جانم فدای ایران. شاهین جان نجفی در ایکس خود نوشته است: به یاد فرزند راستینه، خاک پهلوان پرور ایران بزرگ، برای نقش دستت که نقشه راه ماست، با نام تو
مجید رضا رهنورد که همچون پهلوان هنر فریدون فرخزاد ملی گرایی را در برابر دین، میهن دوستی را در برابر خرافه پرستی و ملت را در برابر امت فریاد زدی. از من بگرفتی ضحاک پسرم را، لعنت به نظامت شکستی کمرم را. خب نگاه کن عزیز دل من، لعنت به ضحاک بله، توف تو خشتک ضحاک بله، از ما پسر وطنمون رو گرفت بله، اما شکستی کمرم را نه. نگاه کن، این ناامیدی‌ها اون تفکر اسلامی است که در ناخودآگاه من و تو اینا خواستن جا بندازن. کمرمون رو برای چی بشکنه؟ هر کدوم از ما رو که میگیرن 100 تا از ما بلند میشیم، آگاه تر میشیم. در نتیجه این تفکرات نمیدونم کشتی کمرم را فلان کشتی شکستی کمرم رو بریز بیرون، از این خبرها نیست. ناامیدی تعطیل، محکم قوی استوار بلند شو بایست. اون برنامه‌ای هم که یعنی مصاحبه‌ای که با کاملیا حاج قاسم داشتم در کانال یوتیوب سینما رکس هست، حالا در هنگام انتشار این پایین پینشون میکنم اون برنامه رو که خواستید نگاه بکنید، مروری بکنید، یا اینکه اگر کنجکاو بودید تو خواستید ببینید چه اتفاقاتی افتاده چه اتفاقاتی نیفتاده، رجوع کنید به اون برنامه ها. حقیقت ها و واقعیت ها هست. هرچند که کاملیا حاج قاسم دیروز پیروز هم واسم یه از بچه‌ها یه متنی نوشته بود، استوری اینستاگرامش کرده بود، فرستاد که معذرت خواهی کرده بود از خوشبینی که به جبهه 7 آبان داشته و حالا یه سری اختلافات گویا نمیدونم، در جریان نیستم، من یک شهروند ناآگاه هستم، یک روزنامه نویس و روزنامه‌نگار هستم که از چیز خبر ندارم. آقا اون چیزی که میبینم رو فقط مطرح میکنم و بیان میکنم. جونم واسهتون بگه که معذرت خواهی کرده بود از اینکه خوشبینی کرد و گفته بود که به 7 آبان خوشبین بود و معذرت خواهی میکنم از کسایی که نمیدونم از خوشبینی من فلان شدن و دلخور شدن، یه چیزایی گفته بود دیگه، نمیدونم. به هر حال جبهه 7 آبان کارهای کریه و کثافت زیاد کرده. اینم یکی از کارهایی بود که میخواست مصادره بکنه. آقا چون پول داری نمیدونم نمیتونی همه چیزو مصادره کنی، چون پول داری رسانه نداری، چون پول داری محبوبیت نداری. محبوبیت با پول نمیاد. وقتی میگم سر ایران و رسم الخط زبان فارسی و پرچم ملی ایران با پدرم هم شوخی ندارم، یعنی همین. سعید بشیر رو دوست 11-12 سالم بود، من با پدرم هم شوخی ندارم. هر جا ببینم کسی داره منفعت طلبی میکنه، سودجویی میکنه، از نام شاهزاده رضا پهلوی بهره میخواد بگیره و کسب اعتبار بکنه و بعد کاری دیگر بکنه، من میستم. به جز شاهزاده رضا پهلوی هیچ کس دیگرم نه باور دارم، نه میبینم و نه قبول دارم. نقطه. کاربری در ایکس خود در واکنش به روز ملی شیر و خورشید نوشته است: فکرشو بکنید وقتی مأموران رژیم نشان شیر و خورشید رو روی دست مجید رضا رهنورد دیدند چقدر عصبانی شدند که دستش رو سوزاندند و همون دست سوخته رو شکستند. ما کاوه آهنگر رو شنیده بودیم ولی مجید رضا رو دیدیم. این صدا رادیو آبادان است. کاربر دیگر با بازنشر فیلمی که
جمهوری کثافت اسلامی قبل از به قتل رسیدن مجید رضا رهنورد منتشر کرده بود که در اون وصیتش رو گفت که ابتدای برنامه گذاشتم، در ایکس خود نوشته است: تأثیر همین چند ثانی از وصیت مجید رضا رهنورد به اندازه چندین سال کتاب نوشتن و روشنگری کردن بود. چه خوش گفت اون که گفت شیر در محاصره کفتارها باز هم شیره. نماد شجاعت شدی، تولدت مبارک شاه خراسان. به کردار افسانه از هر کسی شنیدم همی داستانت، بسی که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چنین تیز چنگ. بچه‌ای که تا اینجا برنامه اومده آقا لایک کردی، کامنت گذاشتی، در سوشال مدیای خودت به اشتراک گذاشتی، ای هموطن عزیزی که بیرون از ایران هستیم پایین سوپر چت و تانکس رو اگر دوست داری بزن و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکن. حمایت‌های مالی شماست که سبب تداوم این صدای مستقل و بدون سانسور خواهد شد. اگر تو حمایت نکنی من دیگه نمیتونم برنامه سازی بکنم. من شغلم روزنامه نگاری عزیز دلم. اون حمایت‌های اندک و کم تو که بعد پیام میدی او ببخشید، برای چی ببخشید قشنگ من؟ دمت گرم از این که داری همونقدر اندک هم حمایت میکنی. همین حمایت‌های مالی کم شماست که روی هم دیگه جمع میشه، هم زندگی من میگذره. چرا؟ چون من روزنامه نگارم، هیچ شغلی دیگر به جز روزنامه نویسی و روزنامه نگاری ندارم. همین که میتونم تجهیزات استودیو رو به روز بکنم و یا اینکه حالا به جایی برسیم که بتونیم سیستم استودیو رو عوض بکنیم تا تصویر مهمان‌ها رو همانند گذشته داشته باشم. در اون نتیجه همون حمایت‌های اندک شما کلی امید بخشه. اون لایک هاتون، کامنت هاتون، این که در سوشال مدیا به اشتراک میذارید کلی انرژی میده، کلی حمایته. در نتیجه دمت گرم مشتی هستی. یه پیشنهادم دارم، بچهای توییتر، بچهای ایکس، در ایکس فارسی توییتر سابق هشتگ مجید رضا رهنورد رو خب از دیروز تا رو وایرال کردن. شما هم در یوتیوب این کارو میتونید بکنید، هشتگ مجید رضا رهنورد رو بنویسید. یه بارم ننویس، 100 بار بنویس. اصلا زیر برنامه منم نمیخوای بنویسی مهم نیست، هر جایی که دوست داری، زیر هر برنامه‌ای که دوست داری 50 تا هشتگ بزن مجید رضا رهنورد، یه بار بنویس، کپی کن، هی بذار. ضرری نداره که رو هم رفته 5 دقیقه هم ازت وقت نمیگیره، اما سبب میشه نام مجید رضا رهنورد در یوتیوب بیاد بالا. بکن این کارو. کاربری در ایکس فارسی با بازنشر تصویر سنگ مزار مجید رضا رهنورد نوشته است: نامت زیباترین شعری است که تاکنون روی سنگ مزاری دیدم. هشتگ مجید رضا رهنورد. تلاش کردم به نوبه خودم روز ملی شیر و خورشید رو براتون
شاد و خیلی انقلابی و اینجور چیزها اجرا بکنم. تلاش کردم به نوبه خودم سهمی در روز ملی شیر و خورشید داشته باشم. تلاش کردم روشنگری کنم. چرا؟ چون که فردای ایران برای من و توی ایرانی اهمیت دارد. نامها و افراد هیچ اهمیتی برای من و تو ندارند. این ایران است که برای من و توی ایرانی مهمه و اهمیت داره. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی و شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، تر، تمچیزک، دوا، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید. عزیزم، حشوش و چیلیم هم خودش معتاد نکش، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و با آنچه که دارید بسنده نکنید. چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. بعد ما آبادان کواترا خونه ننمینا خلاص. بازشت زده به دورم، حالا یار یار میکنم، حالا یار یار میکنم. هله هله خسر و آباد مال خمونه، هله هله جمشید آباد مال خمونه، هله هله احمد آباد مال خمونه. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.